سرخط مهمترین خبرها: برای وکیلان تاجیک پلنشت و کامپیوتر خریدند. نفری که قرآن را آتش زده بود بازداشت می شود و طلب استعفای صادر جباروف در قرقیزستان. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 5 می سال 2023 است. برای وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان پلنشت و کامپیوترهای نو خریدند. دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان روز 4 می گفته است 65 پلنشت و چند عدد کامپیوتر و دستگاه چاپی برای بهتر و شفاف نمودن روند معاشرت و قبول درخواست‌های شهروندان گرفته شدند. پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان 63 وکیل دارد. طرفداران حکومت نقش پارلمان را در حیات سیاسی کشور مؤثر می‌خوانند، اما منتقدان می‌گویند که پارلمان امروزه تاجیکستان زیر نفوذ حکومت قرار دارد و قانونها را بدون بحث قبول می‌کند. دادستان شویسریا راسموس پالودان رهبر حزب راست افراطی سختگیر را غایبانه به حبس گرفت. پالودان نفری بود که ماه ینور امسال در نزد سفارت ترکیه در شهر استکهلم نسخه از کتاب قرآن را آتش زده بود. این کاری او خشم ترکیه و برخی کشورهای مسلمانی را به میان آورد. رسانه‌های شوئدی با تکیه به منابع خود نوشتند مقامات قدرتی این کشور نسبت راسموس پالودان با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و دشمنی تفتیشات را آغاز کردند. این سیاستمدار جناح راست افراطی شویسریا فعلا در دنیا قرار دارد و در صورت بازگشت به کشورش فوراً به حبس گرفته می شود. راسموس پالودان دعوت مقامات شویسریا درباره حاضر شدن به تفتیشات را رد کرده است. خود پالودان در صحبت به نشریه افتون بیلد گفته است آمدن به شویسریا برای او به خطر نیست، ولی او آماده است آنلاینی در بازپرسی اشتراک کند. سفیر تاجیکستان در کویت و عراق گفته است حکومت برای بازگردانی زنان تاجیک از زندانهای بغداد تلاش دارد. سفیر زبیدالله زبیدزاده در صحبت به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است فعلا در محبس رصفه شهر بغداد 36 زن تاجیک نگهداری می شوند که برای یک عمر زندانی شدند. به گفته زبیدزاده آنها با اتهام تروریسم و عبور غیرقانونی مرز گناهکار شدند. در میان این زنان کودکان نیستند، چون سال 2019 آنها را به تاجیکستان آورده بودند. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی اخیراً مقامات تاجیکستان از یک زندان بغداد 2 زن و 1 دختر را به دوشنبه آوردند. درباره این 3 نفر فعلا اطلاع زیاده در دست نیست. در تاجیکستان به دلیل کمبود زمین شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است مؤسسه‌های تا مکتبی را در آشیانه‌های پایین ساختمان‌های نوبنیاد جای دهد. برخی این کار را برای صرفه زمین درست می‌دانند، ولی گروه دیگر می‌گویند کودکان باید جای بازی داشته باشند. بیشتر در این باره در گزارش اسکندر فیروز و امیر ایسایف. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت تاجیکستان این خبر را تایید کرد و گفت این مقررات تنها برای کودکستان‌های خصوصی در نظر گرفته شده است. اسام‌الدین بابازاده مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه در صحبت با آزادی اظهار کرد که بنیاد باغچه‌های کودکانه در آشیانه‌های پایین بناهای نوساخت در جهان و منطقه به شیوه رایج تبدیل شده است. شرایط امکانیت‌هایی هست که در یعنی طالع در سینخانه میتوانند برای انکشاف روحی روانی کودک مهیا کرده شود. از جمله آن طالع یا حجره‌هایی که برای مشغولیت‌ها تشکیل کرده می شود آنها پر از ایونیت‌ها هست و حتی آن ایونیت‌های هست حاضر که میتوانند یعنی با بازی‌های گوناگون مشغول شوند کودک‌ها و فکر می‌کنم که در حالتی که در آشیانه یکمی یا آشیانه دومی بناهای بلندآشانه می‌سازند همین معیار به نوبت گرفته می‌شود و ضرورت به یعنی ساختمان بیسیتکا یا که میدانچه‌هایی که بازی هست در بیرون یعنی ضرورت پیدا نمی‌شود. رستم مقیموف استاد بخش معماری و ساختمان دانشکده تکنیکی تاجیکستان میگوید که برای بنیاد باغچه‌های کودکانه در آشیانه‌های اول بناها شرایط طبیعی برای بازی کودکان باید ایجاد شود.
در دو آشیانه اول بیناها که آنجا می‌خواهند باغچه‌های کودکان بنیاد کنند، باید مساحت علاوه‌ای برای بنیاد باغچه‌های طبیعی نیز پیش بینی شوند، یعنی مساحت باز در کار است که آنجا کودکان توانند بازی کنند، زیرا کودکان امکان بیرون از بنا برآمدن را نخواهند داشت. اطراف بیناها پر از ماشین و تأسیسات دیگری یاری رسان است. عبدالمنون رزاقов یک ساکن دوشنبه آماده است کودکش را به چنین کودکستان بفرستد، اما فقط در صورتی که این کودکستان ها دارای تجهیزات معاصر و جوابگوی تمام معیارها باشند. اگر ما تراس مونیم با مثلا کبوتیزور کنی درخت کنیم چوبا نه ممکن در همون بالا باغچه‌های مثلا اکسپریمنتالی شدنش ممکن در شهر بسیار نه ممکن یک تا دو تا سه تا ممکن کردن که تا ما هوای باغچه را استفاده نبریم زندگی نکنیم ما نمیتونیم به قدر امکان حاضر بها داده نمیتونیم بریم. با گفته ریاست معارف شهر دوشنبه فعلا در پایتخت تاجیکستان 161 مؤسسه تا مکتبی فعالیت میکند که تنها 53 تای آن خصوصی می باشد. در نظر از ساختمان 45 مؤسسه تا مکتبی در آشیانه های اول بناهای نو برای 7700 کودک بنیاد شود. فعالان و سیاستمداران بازداشت شده قرقیزستان در دایره پرونده کمپیرآباد از پرزیدنت این کشور صادر جباروف خواستند که استعفا دهد. بازداشت شده ها در اظهارات خود که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد خطاب به صادر جباروف گفتند هیچگاه از او عذر نمیپرسند. سیاستمداران بازداشت شده برعکس از جباروف طلب کردند که به خاطر نقض کنستیتوسیا و دیگر قانون‌های این کشور از مردم عذر پرسیده با خواهش خود استعفا دهد. مؤلفان اظهارات افزودند نزاع در مرز با تاجیکستان، فساد در کان قمتار و جیروی، نقض حقوق بشر، فشار به فعالان و رسانه‌های مستقل از جمله بخش قرقیزی رادیوی آزادی از عامل‌هایی هستند که بر اساس آنها به جباروف ناباوری مردمی اعلان کردند. دادگاه در شهر آستانه گلمیرا ستیبالدی همسر پیشین کایرات ستیبالدی خواهرزاده پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف را با جرم غصب تجارت و آدمربایی 7 سال از آزادی محروم کرد. او همچنین از مکافات دولتی کرمت محروم شده وظیفه‌دار گشته است که به جبر دیده صاحبکار تورسن الاگوزو و بیش از 15 میلیون دلار جبران پردازد. طبق اطلاع مفتشان ستیبالدی گویا الاگوزو را مجبور کرده است که از 43% سهمیه‌های شرکت خود گالانز بوتلز دست کشد. مفتشان گفتند ستیبالدی به الاگوزو فشار روانی و مادی آورده است. ستیبالدی همچنین به آن عیبدار دانسته شد که اویگول مکشه و را بوده مجبور ساخته است که از شرکت ماکسی بوتلرز دست کشیده آن را به نام او گذراند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 می را فرا می‌گیرد. پنجم می سال 2020 در اوج پاندمی کرونا در تاجیکستان وزیر بهداشت نسیم سلیم زاده که تا آخر میگفت در تاجیکستان کرونا وجود ندارد از مقامش برکنار و به جای او جمالالدین عبدالله‌زاده تعیین شد. عبدالله‌زاده به این وظیفه از مقام سردختور بیمارخانه استقلال آمد که به زودی به یک مؤسسه مهم قبول گرفتاران کرونا تبدیل گردید. عبدالله‌زاده را در یک سال کارش نمایندگان مطبوعات و جامعه تنها چند دفعه به هنگام سخنرانی در نشست‌های مطبوعاتی دیدند. اظهارات او تابستان سال 2020 درباره اینکه هیچ یک طبیب از کرونا نمرده است مورد انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. روز 5 می تولد دو شاعر معروف تاجیک میرسید میرشکر و موجوده حکیمووا میباشد. میرشکر 81 سال عمر دید. او را پیر ادبیات کودکان تاجیک مینامند و مصرع‌های او من کلان میشوم را هر کودکی تاجیک میداند. موجوده حکیمووا همگی 60 سال عمر دید ولی توانست از خود به عنوان یک زن پیشقدم روزنامه‌نگار و شاعر میراث گذارد. او یکی از خوشنامترین سردبیران نشریه‌های پیانیر تاجیکستان و مجله مشعل بود. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی کمی بالا رفته ارزش دلار آمریکایی باشد بی تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 139 و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1091 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. خبرهای تازه را در روزهای استراحت می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا هفته دیگر خدا نگهدارتان.